مردم رو گوید. نه اینکه یک چیزایی که گوید که ما در آسمان ها پرواز کنیم. اون چیزا امروز مثل حافظ و مثل نقیب خان طغرا شعر گفتن همین معنی نداره. اونا درد خوش رو بود. شعر امروزه همین لحظه زمانه کنون دیگر گشته ما هم دیگر گشته. همین حالتی همین روزه زندگی تغییر یافت کو. اونا چقدر زندگی اونا در خر و در اسب حرکت میکردن. امروز ماشین برومد، سمالیات برومد، مثلا طیاره برومد. امروز ما رسی میریم مهاجرت میکنیم میبینیم تکنیک تلفن. لیکن شهر ما باید به همین محیط امروزی ما مطابق باشه. همین حالت امروزی ما باید اون چی که باید گفتن و حالت خودش رو اون داره. لیکن باید انسانای بزرگ باید در شعر هنر باید باشه. هم تو 4 مصرع نوشتن در جهت وزن و قافیه و شعر نیست. شعر باید تاثیر کنه. شعر باید مثلا استاد لایق که من یک شعر خونم همین شما باید همین بدنتون به هیجان بیاد. همین کار شعر باید انسان برانگیزونه به راه درست، به دوست داشتن، به محبت، به قدر همدیگر دانستن. نه همین چیز. شعر باید انسان به زندگی خوب و به زندگی محبت و به عشق و به این چا انسان باید راهنمایی کنه. شعر باید کند نظاره که شعر شعر هم باید زند فواره از درون دل چه آتش باری. برای همین ادبیات باید انسان آفرد، انسان تربیت کنه. همین گپی هم هست، گپی استالین هم هست. اگر نمید این گپی استالین باشه یا که پیشه میگه ادبیات این انجینری انسانیت هست، روحی انسان هست. شعر باید انسان تربیت کنه. که ما نمیگیم که ادبیات کلاسیک تربیت نمیکنه، لیکن ادبیات کلاسیک بیشتر حالتهای غیر رئالی انسان تصویر کردی. مثلا مجنون اون تو کارزو، لیلی اون تو کارزو. همون شعر عشقی ادبیات کلاسیک اگر خونه چیز خوب هست. لیکن وقتی که ما امروز میگویم که اونا میگن محبوبی خیالی محبوب. امروز وقتی که میگم که مثلا عشق من عشق زمینی است، من باید زنم احترام کنم فلان کنم. در شعر کلاسیک احترام زن نیست. دوست داشتن هست، محبت فلان کنم. لیکن امروز ما باید بگیم که من همسرم دوست میدارم، من با همسرم صادق هستم، من باید خیانت نکنم. همین من باید تو آخر عمر همراه او باشم، باید فرزندای تربیت کنم. نه این چی باید باشه؟ این چیز حیات امروزی ما است. در ادبیات کلاسیک خیلی گپا نیست. گپای وای هست. مثلا بعضی لحظه هست مثلا استاد رودکی میگه گر بر سر نفس خود امیری مردی بر کور و کرر نکته نگیری مردی. مردی نبود فتاده را پای زدن گر دست فتاده بگیری مردی.